با سلام خدمت شما. امروز میخوایم نحوه استفاده از راهنمای تلویزیون برای آموزش تمامی مواردی که در تلویزیون‌های سونی هستش توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدیم. برای استفاده از دفترچه راهنمای تلویزیون دیگه نیاز به فیزیکی بودن دفترچه راهنما نیست که عده‌ای سوال میکنن که دفترچه راهنما به زبان فارسی داخل کارتون هست یا خیر. در حال حاضر تمام دفترچه‌های راهنمای تلویزیون سونی داخل خود تلویزیون هستش و به صورت نرم افزاری داخل تلویزیون قرار داده شده. برای استفاده از دفترچه راهنمای تلویزیون ابتدا دکمه هوم رو میزنیم. در منوی تنظیمات اگر دقت بکنید گزینه‌ای هست به نام راهنما رو انتخاب می‌کنید. پس از انتخاب راهنما در منوی پشتیبانی اگر دقت بکنید گزینه‌ای هست به نام دفترچه راهنما رو انتخاب می‌کنید. پس از ورود به دفترچه راهنما اگر دقت بفرمایید در سمت راست صفحه مواردی ذکر شده که در اصل شما احتمال داره نیاز داشته باشین در خصوصشون اطلاعاتی رو کسب بکنید یا در اصل راهنمایی بشه به شما، که در اینجا قشنگ نکته به نکته مورد به مورد برای شما توضیحاتی رو ارائه داده. مثلا نحوه اتصال به شبکه اتصال لن سیمی یا بی سیم، اتصال وای فای دایرکت رو برای شما کاملا توضیح داده. اگر وارد بشید اینجا مشاهده میکنید اینجا نکته به نکته راجع به نحوه اتصال وای فای دایرکت رو به شما توضیح داده. با سپاس.